دوستان عزیز، با نظرداشت کم نقصان تکنیکی و البته که جالب بودن این رقابت، ما بار دیگر فرصت داریم که رقابت امام علی نورعلی و حریفش را برای شما دوباره به نمایش گذاریم. زیرا این رقابت برای البته هم جدای میهن هم برای تماشابینان خیلی مهم بود. باوری داریم که همین ساعت ها تمام دوستداران گوشتین جودو نزد اکران ها نشسته این رقابت را تماشا داشتن. به همین خاطر دوباره اکنون برای شما به نمایش میگذاریم. خب البته از جهت تجربه، از جهت سن و سال هم حریف برای امام علی نورعلی چندان حریف موافق نیست، اما اینجا گپ سری آمادگی برای محض همین مسابقه می رود. در دقیقه های اول البته ببینید میخواهد جذب کند حریف را. امام علی نورعلی خیلی هم مستحکم هم داشته است، موقعیت برای اصول کمری است و اینجا پرتاف و ایپون. البته همون جذب کردن های امام علی نورعلی به همان خاطر بود که اصول سری سیفجی رو یا همون اصول کمری رو به خوبی استفاده کند که در گوشتین های ملی بیشتر استفاده میکرد. و همکنون امام علی نورعلی در اولین رقابتش بر مقابل یکی از صاحب تجربه ها، اونه که در توکیو 2020 بازی های المپیک نشانی نقره داشت، دست بالا می شود و با آسانی راه خود را به مرحله دوم هموار می کند. بسیار هم رقابتی خوبه بود برای پهلوان تاجیک. توجه میکنیم به این خیلی لحظه که دیر باز انتظارش بودیم. ورزشگری نامور تاجیکستان امام علی نورعلی با خلعت سفید حالا به میدان برآمد و بیان منخ پهلوان مغول تبار عضو منتخب جودوی امارات متحده عرب با خلعت کبود است. جوان 21 ساله تاجیکستان 19 مرتبه تا این مدت به عرصه جهانی رفت، در مسابقات سطحی با شکوه شرکت ورزید، در رده‌بندی بهترین ها هم در زینه 20 است. این خیلی نتیجه بهتر برای جوان 21 ساله تاجیکستان. در قهرمانی جهان میان جوانان هم سال 2022 این نتیجه خیلی بزرگتر و موفقیت شایسته پهلوانی ما محسوب می‌یابد. برنده مدال طلای مسابقات گرند اسلم، چمپیون جهان میان جوانان در جودو، میان ستاره های جودو شرکت ورزیدنش یک بار دیگر این گفته ها و این توصیف ها را باز تقویت می دهد. آغاز دقیقه دوم مبارزه هر دو پهلوان. بیان منخ نرمنده سن سال چندان بزرگ نیست، اما در رده‌بندی این زینه 37 را اشغال میکند. امام علی نورعلی حرکت هایش هم خیلی خوب است، پشت گریبان رقیب داشتن برایش امکان پذیر است، اما لحظه مناسب برای داشتن سری آستین دستی راست حریفش. بسیار هم جرأت و توان خوبی خود را نشان داد. یک بار توجه میکنیم به لحظه که راهبری گلیم هم در حرکت آخرین پهلوانان یگان اشتباه را هم ندید. امر شد که مبارزه ادامه یابد. بسیار هم امام علی در این روند خود را
کنار گرفت تو. ای 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 ای. بسیار هم پرتافت ها، حرکت ها، مسئولیت، یک لحظه که تابش این دوره که خیلی برایش مشکل تر بود و این حالت رو هم امام علی نورعلی خوب پشت سر کرد، حتی برگشت و عکس عمل رو هم خیلی سریع وقتی انجام داد. دلهای میلیون ها نفر مخلصان را به تسخیر آورد. یا باز هم حرکت و وضعیت مرکب برای امام علی نورعلی بود و خوشبختانه برای رفع این حالت همه جانبه آماده بود. آفرین. دیگر باره هم رجوع میکند امام علی. هوشیار باید بوده. بیان در 12 ثانیه 3 عمل اجرا کرد. امام علی هم دفاعهای سری وقتی بودند. دست بله آزاد گذاشتن لازم نیست. این مورد هم برگرداندن، یعنی کناری چپ رای امام علی اختیار کرد و اما کارش چندان آمد نکرد. احساس نمود که بیان منخ از سری آستین داشت و این حالت برایش خطر ایجاد میکند. عکس عمل را یک بار هم سری وقت اینجا سامان داد. حرکت امام علی اکنون باید در پارتر هم شدت دیگر گیرد. اگر این مهارت به پهلوان ما شیدا دادند. دقیقه آخرین مبارزه از این کنار و زود برگشت به نیمه. ای تأسف کاری را خواست نتوانست. بیان منخ از این فرصت خیلی خوب استفاده کرد. وزن تا 66 کیلو، بسیار سرعت افزایی، مهارت هر دو، گوشتنگیری هر دو هم بسیار در یک سطح بلند کسبی صورت گرفت.